سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با تحلیل بیت کوین یکم خرداد ماه خدمت شما هستیم. خب بچه ها ببینید، من از اون دسته افرادی بودم که سال 2021 گفتم تا بیت کوین تا محدوده 20,000 میریزه و تا 15,000 بچه ها ما اومدیم و ریزش. همه این چیزایی که میخوام بهتون میگم بچه شواهدی که برای بار چندم دارم میگم. اوکی، اگه من نمیشناسی به پستا هایلایت هم سر بزن و شیوه حالا ذهنیتی که من راجع به مارکت دارم و ببین. عذر میخوام. خب بریم بچه ها ببینید سقف قبلی مارکت اوکی چند بوده؟ 69,000 دلار بوده. اوکی، و ما یه تجربه داشتیم دیگه. آقا سقف قبلی و مارکت اومد فیک بریک زد و ریزش کرد. حالا مارکت بچه از 15,000 که افتاد حالا اومد بالا، ما پستشو به سرمایه گذارامون گفتیم آقا پستش هم گذاشتم که 24,000 دلار بچه ها، چون اینجا یه الگوی برگشتی داشتیم و بازار فورمیشن استاپ لانگو داد، ما 24 25 بچه ها دوباره توی محدوده به سرمایه گذار گفتیم وارد بشه. محدوده 73 74 من خروج اجباری دادم که تا 57 ریزش کرده. دقت بکن، یعنی مثال میزنم، من که گفتم آقا 24 سوار شو 42 پیاده شو 42 دوباره افتاده تا چند؟ تا 38. دوباره اینجا که نقطه ورود دادیم تا چند رفته؟ 73 رفته. الان چی کار باید بکنیم؟ طبق کندل شناسی و سایکل بازار بچه وقتی شما نگاه کن سایکل بازار میای میبینی، مثال میزنم ببین روندهایی که خب جونش گرفته نشده، شما نکن فرمیشن کندلا اینجا رو ببین، اینجا بیجونه یعنی کم جونه. این کندل قوی رو ببین اومد قشنگ اینگالف کرد هفته گذشته خودشو به استثنای 1 2 3 4 5 هفته رو اینجا اومد کاور کرد. یعنی چی؟ یعنی که قدرت خریدارها بیشتره. اوکی، یعنی قدرت خریدارها بیشتره. حالا من باید چیکار کنم؟ ببین بچه‌ها، ببین ما اینجا سقف 73 رو داریم که من اومدم بچه‌ها، من از اینجا یه دونه صبر کنید یه فیبو من اینجا انداخته بودم. نه صبر کنید چون لایوه بچه‌ها اینجاست. خب ببینید محدوده‌ای که بیت کوین اگه سقفو بزنه 76,600 خیلی برای ما معتبره و مهمه. اوکی، پس 76 میتونه سیگنال چی باشه برای ما؟ سیگنال مهمی باشه که اگه زدیمش، ببین کما ما الان ناکن سقف تاریخی رو زدیم. اوکی، 76 رو بزنه دیگه میتونیم حالا برای ATH و اعداد بزرگتر و بالاتر جلو بریم. که اگه مثال میزنم اما بخوایم پیش بینی بکنیم بچه‌ها، یه روشی هم بخوام بهتون بگم، ریزش که داشتیم ما یه دونه فیبوی حالا ریترسمنت رو بکشیم، نقاط رو به همون میده که یکیش 84 یکیش 100,000 120 و 131. پس ببین تارگت میان مدت رو بهت گفتم، تارگت بلند مدتاش هم بهت گفتم. اگه سرمایه گذاری صبوری کن تا 76 رو بزنه. اگه اینجا ورود نکردی دیگه اینجا نها کن. مثال میزنم، ما به دوستانمون گفتیم آقا اینجا ورود کن، گفتیم آقا اینجا خروج کن. هنوز دوباره چیز ورود بهشون ندادیم، جز یه سری که حالا با من VIP کار میکنن این کفا سوار شدیم. یعنی تغییر سایکل مارکت رو من توی تلگرام بچه‌ها براتون نوشتم. حالا کسی که اینجا سوار نشده بچه‌ها صبوری میکنه ببینه، مثال میزنم مارکت روی 76 فیک بریک میده خب یا نه میشکونه و این لول رو ادامه میده. که این لول ادامه بده قشنگ تا 100,000 تا هم میتونه مارکت هیجانی بشه و بره. که میگم اگر شما بخواید سرمایه گذاری بکنید دوستان عزیزم، اگه کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه
باید بدونه آقا چه پولی رو کجا میخواد وارد بکنه. مثلا این چرخه‌ای که ما اومدیم توی 24000 20000 شناساییش کردیم یا مثلا توی 38000، خب اینا همشون دیتا، تو باید بدونی کجا چقدر پولتو وارد میکنی. نه یه مثال میزنم الان بیا بگی خب معروفی گفت بازار میریزه نریخ اینجا رفت بالا. نه اینجوری نگاه نکن، سایکلی نگاه کن، تجربی نگاه کن. بیا 4 تا چیزو کنار هم دیگه بچین، اصلا از نظر هیچ کس هم استفاده نکن، با ذهن تحلیلگرت بیا وارد بشو. من چرا کانال سیگنال دی ندارم؟ به خاطر اینکه آقا ذهن تحلیلگر یه سری افرادی که مثلا تریدرن رو کند میکنه. اما مثلا من برای کسایی که ازم پراپ حالا فاند لایو میگیرن کانال سیگنال گذاشتم، چون داره آقا کانال چون داره از من پراپ لایو میگیره، پاس شده میخره. گرفتی چی میخوام بگم؟ این تحلیل من بود و امیدوارم استفاده کرده باشید بچه‌ها. بازار کریپتوکارنسی بسیار و به شدت خطرناکه. لطفاً سعی کنید با سرمایه بیایید که بهش احتیاج ندارید، چون واقعا میگم اگر شما با دارایی و کل سرمایه‌تون بیاید میتونه براتون خیلی خیلی خطرناک باشه. دوستتون دارم. خداحافظ شما.